آدم عشق داریوش باشه تا حدی که حتی مدل ریش‌ها و موهاش شبیه داریوش کنه. اون وقت تو خیابون بهش بگن چقدر شبیه شهرام شب‌پره شدی. چه اتفاقی میفته؟ یا آقای 5 میلیارد تومان پول برنده شد در یه قرعه کشی مثل امشب. خوشحال و خندان اومد خونه، با ذوق عجیبی به خانومش گفت خانوم 5 میلیارد پول برنده شدم، ساکوشم بدونا رو ببند. خانومش از اون خوشحال‌تر گفت واسه دریا ببندن یا واسه خارج؟ گفت فرقی نمیکنه، فقط برو تو گم کن دیگه نیاد. من جنبه تو کنارم نشستی عجب شد به کار شکستی علم نگاه نقشم منی که صورتگری رو نبود چنینی آری زاده عشق و محاسا کشید خدا را به شور تماشا کشید. عزیزان خواهش میکنم دیگه از من نخواهید براتون بخونم. قربونم برید زنده باشید. میدونید الکی جو نده عزیز، من خودم اینجوری جوگیرم. جو چی میخوای بده؟ با چلوارم از بابا مالیون گرفتم 60,000 تومان رسید. فقط گیر به ظاهر میدی، من تعجب میکنم. ببینید کی داره با شما صحبت میکنه. هم مثلا میخواد بخونم براتون. بابا خواننده به این قشنگی خون محسن یگانه چی کم گذاشت؟ من بارها گفتم عزیزان من، کارهایی که خواننده ها انجام میدن مال دهه‌های قبل از این حرف هاست. من دیگه کاری ندارم بیام اینجا بگم محسن یگانه بشم. من این تاریخش گذشته، شاید فاسد شده، بندازم دور. گفت نه بذار بابات میخونه. اگه بابا آدم نیست میخوره مریض میشه. میگفت خانوم ها اصلا براشون مهم نیست که شوهراشون کجان، فقط براشون مهمه بهشون خوش نگذره هر جا هست. با این حرفا خر نمیشه. نمیدونم اصلا چی خودمون رو علکی افتخار نوازنده من دست هاشون میزن. در برنامه بحث WC بحث جذابی هم هست درباره میگفت یکی از دوستان من هیچ وقت برای بوگیر دستشویی از اسانس هایی چون بوی کاپوچینو و قهوه استفاده نکن. گفتم برای گفتن این حرف آیا دلیل بهانه کننده ای داری یا در جای چیزی دیگر شنیدی؟ گفت به خاطری که هر وقت میری کافی شاپ خاطرات دستشویی تو ذهنت قایم میشه.